در این بازار انواع خوراک‌های رنگارنگ فروخته می شود. روزه‌داران همه روزه قبل از افطاری به این بازار می آیند و مواد اولیه ضرورت خود را خرید می کنند. مراکز خرید در بازارهای شبرغان تا دیر وقت باز هستند. در این بازار پر جمع و جوش تعدادی از افراد بی‌بضاحت از جمله بیشتر زنانی که نان آور خانواده هایشان را در جنگ ها از دست داده و روزه‌دار نیز هستند به خاطر به دست آوردن لقمه نانی روی سرک نشسته از افراد دارایی‌دار کمک می‌خواهند. در بین این زنان شیرین گل خانم 55 ساله که از ولایت فاریاب به شهر شبرغان آمده دست به گدایی زده است میگوید او مشکلات زیادی در زندگی دارد. ناتوان، تغییردار، بیجای، غریب، مسافر، در بدر، مهاجر است و پیاده. تنها شیرین گل نیست که از وضعیت بد ناداری سخن بزند، بلکه به گفته مسئولان در ولایت جوزجان 130,000 زن در بیکاری به سر میبرند که اندکی از آنها در ادارات دولتی کار میکنند و شماری هم دست به گدایی میزنند. عالمان دین میگویند خیرات، صدقه و زکات برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ثواب زیاد دارد. افغانستان ما و شما یک وطن جنگ دیده در بدر هست. به خاطر همه مسلمان ها را وظیفهش همی هست که هم نوع خود غریب و بیوه و بیچاره و نادار خود را در این ماه مبارک رمضان دستگیری بکنه تا الله جل جلاله برشان عمو ثواب و ثمره زیادی را که خدا وعده کرده برشان اعطا بکنه. نیازمندان در ماه رمضان امید بیشتری به صدقه افراد دارایی‌دار می‌بندند.